تقریبا 1000 نفر سربازان احتیاطی ارتش اسرائیل نامه امضا کردند که در آن طلب می شود که جنگ در غزه قطع کرده شود. آنها میگویند که این جنگ دیگر به منفعت امنیتی کشور نیست، بلکه به فایده سیاستمداران و برای مقصدهای شخصی حکومت فعلی است. در بین امضا کنندگان گنرال های سابق و افسران هستند، مثل سردار پیشین ارتش اسرائیل دن خلوت، گنرال نمرود شفر و رئیس پیشین اویاسیون شهروندی نیر ارکنی. آنها میگویند ما طلب داریم که گروگانان هرچی زودتر آزاد شوند. اگر برای این جنگ را یک بار بس کردن لازم شود، جنگ دیگر به امنیت کمک نمی کند، آن فقط به آدمان ضرر می رساند، به گروگانان، سربازان و آدمان بیگناه. همچنین برای سربازان احتیاطی فشار زیاد می آورد. تجربه نشان داده است که تنها گفت و شنید، صحبت و سازش می تواند گروگانان را زنده برگرداند. جنگ برعکس می تواند آنها را بکشد و دیگران را به خطر گذارد. ما از تمام مردم اسرائیل خواهش میکنیم که طلب قطع جنگ و بازگرداندن گروگانان را بیان کنند. هر روزی که آنها در اسارت می ایستند، حیاتشان زیر خطر زیاد می شود. هر لحظه تأخیر یک شرمندگی است. اما بعض فرماندهان ارتش به سربازانی که نامه را امضا کردند زنگ زده آنها را ترس دادند که اگر فکرشان را دیگر نکنند از ارتش اخراج می شوند. ولی این کار نتیجه دیگر داد، چون که بیشتر از 40 سرباز دیگر نیز به نامه امضا کردند. این مذاکرات با دستور فرمانده قواهای هوایی گنرال تامربر شده بود. او کوشش کرد که نشر نامه در رسانه ها را پیشگیری کند، ولی نهایت متن در تلویزیون و روزنامه ها پهن شد. همچنین گفته می شود که سردار ستاد قواهای هوایی اسرائیل یل زمیر تصمیم گنرال تامربر را دستگیری کرد که امضا کنندگان نامه را از ارتش اخراج کنند. نخست وزیر بنیامین نتانیاهو گفت که امضا کنندگان گروه افراطگر هستند که میخواهند جامعه را از داخل ویران کنند و هدفشان سرنگونی حکومت است. اما سازمان برادران در سلاح گفت که نتانیاهو مردم را گمراه میکند، چون که این سربازان تنها صلح و آزادی گروگانان را میخواهند، نه سرکشی از خدمت. آنها گفتند که سروزیر میخواهد دقت مردم را از مسئله جدی‌تر، یعنی از آن که صدها هزار یهودیان بدینشان مستحکم از خدمت حربی گریختند، به دیگر طرف برد.